سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان. امیدوارم حالتون خوب باشه. احسان هستم و به کانال نکست لول خوش اومدید. دوستان، توی این جلسه از آموزش زبان نروژی میخوایم با هم راجع به یک سری لغات و فعل‌ها صحبت بکنیم که به معنی تغییر دادنن. یک کوچولو تفاوت بین اینا هست که با هم میخوایم راجبشون بحث بکنیم و ببینیم هر کدوم رو کجا استفاده بکنیم بهتره. گاهی هم اینها میتونن جای هم استفاده بشن، البته خیلی کم، به شکل اشتباهه ولی مرسومه و استفاده میکنه. خیلی خب، پس با من همراه باشید. خیلی خب دوستان، اولین فعلی که وجود داره که به معنی تغییر دادنه فعل فراندره هستش. او فراندره به معنی تغییر دادنه. مثال رو نگاه کنید، مثلا جامعه رو تغییر دادن، ما میتونیم بگیم او فراندره سامفونه. یا مثلا میخوایم به یه نفر بگیم تو تغییر کردی، میتونیم بگیم دو هار فراندره دایی. یا اینکه بگیم هوا مثلا ساعت به ساعت تغییر میکنه، وره فراندره شای فراتیمه تیلتیمه. خب دقت بکنید، فراندره کلا به معنای تغییره، به معنای چنجه، به معنای عوض شدنه، یه چیزی که عوض شده. مثال هم دیدید دیگه، جامعه تغییر کرده، اون آدمه تغییر کرده. حتی راجع به هوا حالا با یه ذره دیگه هم بحث میکنیم. ولی خب یکی از حالتهایی که میشه واسه هوا استفاده کرد همین فراندره هستش که به این شکل استفاده میشه. پس بنابراین اگه خواستیم بگیم یه چیزی تغییر کرده، خیلی راحت میتونیم از فراندره استفاده بکنیم. بریم سراغ فعل بعدی و ببینیم چه تفاوتی داره با فراندره. خیلی خوب دوستان، فعل بعدی او اندره هستش. او اندره هم به معنای تغییر کردنه، اما بیشتر به معنای اصلاح کردن تا تغییر کردن. خیلی فرق نداره با فراندره، اما خب هر جایی که بیشتر ما ویرایش و تغییر فرم مد نظر اون باشه، یا به انگلیسی بهش میگیم مودیفای کردن مد نظرمون باشه، بهتر از اندره استفاده بکنیم. هرچند ممکنه ما اینها رو جابجا استفاده بکنیم و کاملا منظورمون هم برسونیم. بنابراین یه خط باریکی بین اینها هست. اما اگه بخوایم دقیق بگیم، اندره با فراندره یه فرقی داره و اونم همینه که به معنای مودیفای کردنه، به معنای ویرایش کردنه، تغییر فرم دادنه، به معنای اصلاح کردنه. ولی خب همون تغییر دادن دیگه در کل دیگه. بنابراین اگه اشتباها هم شما اینها رو جای هم استفاده کردید، هیچ مسئله خاصی نیست. من چون صرفا میخوام دقیق تر بگم، معنی ها رو دقیق تر آوردم. این دوتا خیلی شبیه به همن. خب بریم حالا چند تا مثال ببینیم ازش. میگه کروپن اندرشای اتر این فتسل. خب میگه بدن بعد از زایمان تغییر میکنه. خب بعد از اینکه زایمان انجام میشه، بدن خودش اصلاح میکنه دیگه، فرمش تغییر میکنه. خب بهتره از اندره استفاده بکنیم. یا مثال بعدی نگاه کنید. یای سینس ویمو اندره تکستن پو وب سیدن. میگه فکر میکنم باید متن وبسایت رو تغییر بدیم. خب این تغییر دادن به معنی اصلاح کردنه، به معنی ویرایش کردنه. بنابراین بهتر اندره استفاده بکنیم. خیلی خب، پس با هم دیدیم که یه فراندره داشتیم، یه اندره داشتیم و اندره به همون تقریبا معنای فراندره است، ولی خب بیشتر به معنای مودیفای کردنه، به معنای ویرایش و تغییر دادن و اصلاح کردنه. خیلی خب، اینو گوشه ذهنتون فقط داشته باشین. خیلی خب دوستان، بریم سراغ فعل بعدی. خیلی خب دوستان، فعل بعدی فعل اوشیفته هست. اوشیفته به معنای اکسچنج و مبادله و عوض کردنه، یعنی یه چیزی بدیم یه چیزی بگیریم. اما نکته‌ای که توی اوشیفته وجود داره که باز من دارم جزئیات رو میگم، ممکنه شما این جزئیات رو اصلا اشتباه استفاده بکنید و معنی رو برسونید و بقیه هم همین کار رو بکنن. اما اگه بخوایم خیلی جزئی راجع به اوشیفته صحبت بکنیم، اوشیفته زمانی استفاده میشه که ما داریم یک چیز رو با یک چیزی از همون جنس عوض میکنیم. و خب یه سری استفاده‌های مرسوم داره که من بهتون جلوتر میگم. بریم مثالا رو با هم ببینیم. مثلا اوشیفت کلر یعنی لباس رو عوض کردن، تغییر دادن لباس. این یه مثال خیلی مهمیه. ما واسه عوض کردن لباس، مثلا میرم خونه لباسمو عوض میکنم میام، ما واسه این عوض کردن لباس، چون داریم یه لباسی که از جنس لباسه، حالا مثلا یه لباس سفید رنگی داریم، یه تیشرتی داریم، رو با یه لباس دیگه عوض میکنیم، یعنی همون جنسه، از شیفته استفاده میکنیم. یا مثال بعدی رو نگاه کنین. میگه تو 18 آوریل 2002 شرکت نام خودش رو از A به B تغییر داد. میگه 8 آپریل 2002 shiftet selskapet navn fra A till B
که اومد شیفت کرد، اومد عوض کرد. باز دقت بکنید میتونیم به جای شیفت از افعال دیگه هم استفاده بکنیم، اما خب یه اسمی بوده به جاش یه اسم دیگه اومده، پس خیلی راحت میتونیم از شیفت استفاده بکنیم چون از همون جنس بوده و اکسچنج شده. اما میگم تمام این تغییر دادن ها ما یه وقتایی میتونیم فعل های دیگر هم به جای هم استفاده بکنیم و معنی رو برسونیم. شاید شما یه مدل دیگه هم واسه یه عوض کردن اسم ببینید که از فعل های دیگه مثل چنج کردن، مثل همون اندری که دیدیم بیان استفاده بکنن، چون که داره مودیفای میکنه طرف اسمش رو، چون که داره ویرایش میکنه اسمش رو. بنابراین این معنی ها من به شکل دقیق معنی ها رو آوردم، خیلی اینطوری نیستش که اگه نه ما اینو نبینیم بگیم اشتباهه. خیلی خب بریم سراغ مثال بعدی. میگه او در حال تعویض لاستیک بود که یک کامیون باش برخورد کرد. Han skiftet däck da en lastbil kjørte på ham. خب این شیفت دک دوباره یکی دیگه از اون کلمات مهمه واسه عوض کردن لاستیک. هم همیشه از شیفته استفاده میکنن، مثل عوض کردن لباس. اگرچه ما تو عوض کردن اسم که اون بالا داشتیم گفتم ممکنه فعل دیگه هم استفاده بشه، اما واسه عوض کردن لباس و لاستیک همه دیگه تقریبا متفق القول از شیفته استفاده میکنن. دو تا از میشه گفت اصطلاحای خیلی مهمه که بهتره بدونید که با شیفته استفاده میشه، چون داریم یه چیز رو با همون جنس چیز عوضش میکنیم، اکسچنجش میکنیم. بنابراین وقتی داریم لاستیک ماشین رو عوض میکنیم از شیفت دک استفاده میکنیم. مثل این مثال که حالا بنده خدا داشته لاستیک ماشین رو عوض میکرده و خب یه کامیونی اومده و تصادف کرده باش. اما خود شیفته میتونه به عنوان اسم استفاده بشه. خیلی دیگه از این فعل ها هم هستن که به عنوان اسم میتونن استفاده بشن، اما خب چون اینو ممکنه بیشتر ببینید من اینجا آوردم. ریارینگز شیفته یعنی تغییر دولت، و در حقیقت اینجا من معنیش رو به شکل حالا نروژی آوردم. این overgang till noe nytt. این خود شیفتر رو وقتی به عنوان اسم استفاده میشه یعنی به معنای همون تغییره، به معنای اکسچنج، یه چیزی از همون جنس بیاد جایگزین بشه، بیاد مبادله بشه با اون. بنابراین وقتی دولت تغییر میکنه ما خیلی راحت میتونیم دولت رو بیاریم و یه اسم مرکب بسازیم، همونطوری که میگیم تغییر دولت، پس دولت رو سمت چپ بیاریم و تغییر رو سمت راست بیاریم. ریارینگز شیفته که به معنی تغییر دولت بشه. پس شیفته میتونه اسم هم باشه. خیلی خب با فعل شیفته آشنا شدیم و دیدیم که چه معنی داره، به معنای مبادله و عوض کردن یه چیز هم نوعه. بعد دیدیم که با هم تو شیفت کلر و شیفت دک خیلی مهمه واسه همون بدونیم که از شیفته استفاده میشه. اما یه عدد 18 آوریل اینجا آوردیم که به نظر من یه خوبه که یه مرور کنیم که چرا 18 اینجوری شد، چرا آتنه خونده شد. من یه ویدیو کوتاهی راجبش میذارم اینجا. خیلی خب دوستان، راجب اعداد ما قبلا یه کوچولو صحبت کردیم. اینجا هم اگه بخوام به شکل خلاصه بگم ما دو مدل عدد داریم. یه عدد معمولیه، همون عددی که همیشه استفاده میکنیم، 1 2 3 100 200 300. یک سری اعداد هم هستن اعداد ترتیبی هستن. این اعداد مثل عدد مثلا وقتی میگیم اولین، دومین، سومین، یه ترتیبی وجود داره، به این اعداد میگن ترتیبی. بنابراین تو زبان نروژی هم اگر ما بخوایم عدد رو استفاده بکنیم این دو شکل وجود داره. خب حالا یه عدد معمولی رو چجوری تو زبان نروژی میگن؟ مثلا عدد 458. خب عدد 458 مثل همینجوری که ما میگیم 400 به همین شکل میگن فیر هوندره. حالا مثلا میخوان 58 رو بگن، همیشه زمانی که اعداد ما به صدگان نرسیدن یه او بعد اینجا بینشون وجود داشته باشه، یعنی این دوتای اول همیشه با یه او جدا میشن از بقیه. بنابراین میگن فیر هوندره او 58. 58 میشه 58. دقت بکنید ما یه عدد معمولی داشتیم مثلا 8 بوده که میشده اوته. زمانی که میخواسته بشه 58 اومده چسبیده به 50. همیشه اعدادی که بین 20 تا 100 هستن باید وقتی مثلا میگیم 21 22 23 یا 99 همیشه اینا به هم بچسبن. اما زمانی که مثلا 400 میخوایم بگیم نیازی نیست بچسبه، میگیم فیر هوندره، یا 4000 مثلا فیر توسن مثلا. این شکلیه. و همیشه هم دقت بکنید که یه او باید بین اعدادی که این دوتای اولی که اینجا هستن، بین مثلا یکان و دهگان و صدگان، بین دهگان و صدگان همیشه باید یه او وجود داشته باشه. بنابراین عدد 458 نکتهش اینه که به این شکل نوشته میشه فیر هوندره او 58. یه نکتهش میتونه این باشه که اینجا به هم میچسبن بین یکان و دهگان از بین عدد 20 تا 100. و یه نکته دیگه هم میتونه این باشه که بین دهگان و صدگان همیشه یه او قرار میگیره. بنابراین به همین راحتی میتونیم هر عددی رو بسازیم، کافی یک سری اعداد رو بلد باشیم.
راجع به اعداد معمولی قبلا هم صحبت کردیم و فکر میکنم همین حد کافی باشه. بریم سراغ اعداد ترتیبی. یکی از موارد استفاده از اعداد ترتیبی تو بیان تاریخه و به همین دلیل اصلا من این اسلاید رو آوردم. یه تاریخ خیلی مهمی که برای نروژیا وجود داره 17 می 1814 هستش. اما اینو چجوری میخوان بگن؟ ببینید 17 یه نقطه جلوشه، یه دات جلوشه. زمانی که یه دات جلوی یه دونه عدد هست نشون میده اون عدد ترتیبی باید تلفظ بشه. بهش ستن نمیگن. ستن نمیگن چون که 17 هم منظورشونه. 17 همه می 1814 به خاطر این نقطه‌ای که اینجا اومده. پس ستن مای آتن فیورتن. دقت کردین چجوری گفتن 1814 هم خیلی راحت دوتا گفتن. این شد 18 این شد 14. پس گفتن 17 می 1814 17 مای 1814. حالا میشه به یه شکل دیگه هم گفتش. میشه به جای مای اون شماره ماهی که توش هست مثلا برج پنجمه بگن برج پنجم، بگن مثلا 17 برج پنجم 1814. اون موقع اینجوری میگن 17 ای femte آتن فیورتن. دوباره اینجا هم اگه دقت بکنین میان از اعداد ترتیبی استفاده میکنن و در حقیقت یه ای هم اینجا استفاده میکنن و در حقیقت اگر بخوان اینو بنویسن این پایینیه رو یه شکل دیگه ای مینویسن. اینجوری نمینویسنش، به این شکل مینویسن دوستان. میگن ستنه ای femte آتن فیورتن. دقت کردین چی شد؟ دوباره اینجا هم نگاه کنید. این نقطه نشون میده که این عدد باید یک عدد ترتیبی باشه. تنها نکتهش اینه که یه ای باید قبل ماه قرار بگیره. پس میشه ستنه ای femte آتن فیورتن. بنابراین ما به دو مدل میتونیم تاریخ رو بگیم. یه مدل همینجوری که اینجا نوشتیم 17 مای 1814 که به این شکل میگیم ستنه مای آتن فیورتن، این دوتا از هم جدا میشن. و یه مدل دیگه اینه که به این شکل بگیم 17 برج 5 1814 که میشه ستنه ای femte آتن فیورتن. دقت بکنید گاهی یه دن هم میتونیم قبلش بیاریم. بنابراین من اینا رو تو پرانتز آوردم. خیلی خوب، صحبت از اعداد ترتیبی شد. اعداد ترتیبی رو اما اینجا میبینین که چجوری تلفظ میشه. خیلی خوب، برای اینکه تلفظ بهتر این اعداد ترتیبی رو با هم ببینیم من این وبسایت حالا نروژین منتور رو پیدا کردم. لینکش هم توی توضیحات میذارم که خیلی راحت اینجا تلفظها رو برامون آورده برای اعداد ترتیبی. خیلی خوب، با هم میتونیم یه نگاه کوچیکی بندازیم به چند تاشون. فرشته یعنی همون فرست، اولین، و بقیه هم گوش بدیم بهشون سریع. آندره دومین. تredje سومین. fjärde چهارمین. femte پنجمین. sjätte ششمین. sjuende هفتمین. åttende هشتمین. niende نهمین. tiende دهمین. به همین ترتیب میتونید بقیه رو هم پلی بکنین و گوش بدین تا با این اعداد، حالا نکنید تا 31 آورده که دقیقا ما روزش رو توی تقویم داریم. حداقل با اینها آشنا بشین که اگر یک روزی از هفته رو گفتن خیلی راحت بتونین بنویسین. بعد مثال آورده قسمت پایین ترش، مثلا میخواسته بگه اول ژانویه، ببینید چجوری میگه. اینجوری نوشته میشه، اینجوری خونده میشه. فشت یانوار. حالا اگه سالی هم بود دوتا سال رو میذاره که پایین ترش حالا مثال داره. بریم مثال بعدی، مثلا 13 مارس یا همون 13 مارس. 13 مارس یا 11 دسامبر. 11 دسامبر. یا حالا مثلا میخواد بگه 27 برج 8 که برج 8 همون آگوسته سال مثلا 2009. ببینیم چه جوری میگه. 27 august 2009. میبینید چه جوری گفت؟ شوونه یعنی 27م، بعد اومد آگوست رو گفت، میتونست بجاش هشتم رو استفاده بکنه با یه ای، و بعد سال رو گفت. سال رو زمانی که 2009 رو داره میگه باز به دو مدل میتونست بگه که این از مدل کامل استفاده که از مدل 2000
و دقت بکنید زمانی که به قسمت این میرسیم که بخوایم دوتای آخر رو بگیم بعد یه او استفاده بکنیم. او نی. پس میشه 2009. خیلی خب بریم سراغ مثال بعدی. 14. juni 1976. اینم خیلی راحت. 14 برج 6 سال 1976. فیورتنه یونی، دوباره 6 رو هم به شکل ماهش گفت. نیتن سیتی سکس که بنابراین 1976. خیلی خب دیگه الان فکر کنم آشنایید. حالا بریم با هم یه مثال دیگه نگاه کنیم. من این پایین براتون گفتم سال 2020 رو ما میتونیم بگیم تو توسن او شوه یا اینکه بگیم شوه. بنابراین به دو شکل میشه مثلا سال 2020 رو بگیم. مثلا الان سال 2022 هستیم رو میتونیم به دو شکل بگیم. یه شکلی که تو سن استفاده بکنیم، یه او بیاریم، بعد مثلا شوه تو رو بعدش بیاریم. یه راه دیگه اینه که بگیم شوه تو. خیلی راحت. این راه ساده تریه که میتونیم از این استفاده بکنیم. دقیقاً همونطوری که نمیگیم 2022 میگیم 2022. اینجا هم همین شکل میشه گفت. بنابراین اینم آوردم که این نکته رو بگم. حالا با هم تاریخی که کن گفت رو ببینیم. کن گفت 6 برج 8 1987. خب چجوری باید بگیمش؟ باید بگیم شته. حالا دقت بکن دوباره من میگم دو نوع ش داریم. حالا ما خیلی راحت میگیم ش بهش. یه ذره اگه دقت بکنین ش تلفظش با شی که من الان میگم فرق میکنه. بنابراین حالا همون ما را خیلی راحت میگیم اس جی ای صدای ش میده. بنابراین میگیم شته ای اوتن نیتن اوتی شو که میشه 6/8/1987. خیلی خب با این مرور خلاصه اعداد ترتیبی به خصوص متوجه شدیم که چرا اینجا آتن آپریل خونده میشه. حتی اون توسن او چرا او میاد اونجا هم یه توضیح کوتاهی دادیم. بریم سراغ نکته بعدی. نکته بعدی که میخوام بگم راجع به آب و هوا هستش. ببینید آب و هوا یا همون ودر در زبان انگلیسی یا ور در زبان نروژی زمانی که میخواد تغییر بکنه ما با هم یه مثالی اون اول توی فعل فراندره گفتیم مثلا هوا ساعت به ساعت که تغییر میکنه رو میتونیم بگیم ور فراندره شای فرات تیمه تیل تیمه. اما گفتم یه شکلای دیگه هم میشه گفت. مثلا شما ممکنه شبکه خبر بزنید یهو زیرنویس خبر رو نگاه کنید که نوشته ورشیفته یعنی همون تغییر آب و هوایی. اینجا از شیفته استفاده میشه. مثلا نگاه کنید ورشیفته ایسور نورگه وین اووانسکیلیه شور فورهولد که میگه تغییر آب و هوا در جنوب نروژ. حالا چی بوده قضیه؟ این بوده که باد و شرایط سخت رانندگی قرار بوده توی اون محله توی اون منطقه جنوب نروژ باشه. بنابراین اومده اینجوری نوشته. یا اینکه مثلا بخوایم بگیم تو روز چهارشنبه آب و هوا تغییر میخواد بکنه میتونیم بگیم دبیلیر ات ورشیفت په اونستاگ. پس چهارشنبه یه تغییر آب و هوایی داریم. حالا هوا داره تغییر میکنه. بنابراین میتونید ببینید که از شیفته هم اینجا استفاده میشه و کافیه که به ور بچسبونیمش و بشه تغییر آب و هوا. یه کلمه دوباره یه اسم مرکب درست بکنیم باش. این نکته دومی بود که میخواستم بهتون بگم. پس با هم فعل شیفته رو یاد گرفتیم. سومین فعلی بود که یاد گرفتیم که به معنای اکسچنج و عوض کردن با همون جنس یا همون تایپ چیز بودش که دو تا از مهمترین مثال هایی که گفتم گوشه ذهنتون باشه یکی شیفت کلره که لباس عوض کردنه و یکی شیفت دکه که لاستیک ماشین و اینا رو عوض کردنه. اما بریم سراغ فعل بعدی. امیدوارم که خوب توضیح داده باشم و لذت برده باشین از این آموزش‌ها و استفاده بکنین ازشون. روز خیلی خوبی داشته باشین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.